سلام، ساوانا هستم. امیدوارم تا اینجای روزتون پر از انرژی و نور بوده باشه. بدون معطلی بریم سراغ کتاب امروزمون. کتاب امروز به اسم تفکر سریع و کند یا نام لاتین Thinking Fast and Slow منتشر شده در سال 2011. شاهکار دنیل کانمن، روانشناس اسرائیلی آمریکایی و برنده جایزه نوبل در سال 2002 که نتیجه دهه‌ها تحقیقش با آموس تورسکی درباره ذهن و تصمیم گیریه. این کتاب ذهن انسان رو به 2 سیستم تقسیم میکنه. سیستم یک که سریع، غریزی و احساسیه، مثل وقتی که بدون فکر جواب یه سوال ساده رو میدی یا از یه سایه توی تاریکی میترسی. و سیستم 2 که کند، منطقی و خودآگاهه، مثل وقتی داری یه مسئله ریاضی پیچیده رو حل میکنی یا یه تصمیم بزرگ میگیری. کانمن میگه این 2 سیستم همیشه تو ذهنت با هم کار میکنن، ولی سیستم 1 چون سریعتر و کم زحمت‌تره بیشتر وقتا راننده است و سیستم 2 فقط وقت لازمه گاز میده. کتاب توی 5 بخش اصلی پیش میره. اول همین 2 سیستم رو بررسی میکنه و نشون میده چطور سیستم 1 ما رو تو کارهای روزمره هدایت میکنه، مثل خوندن یه تابلو یا تشخیص صدای دوستت، ولی گاهی خطا میکنه، مثل وقتی که یه توهم بصری گولت میزنه. در بخش دوم خطاها و سوگیری‌ها رو بررسی میکنه. این بخش پر از مثالای جالبه که نشون میده سیستم 1 چطور با سوگیری‌هایی مثل اثر حاله، اگه یکی خوشگله فکر میکنی مهربونم هست، یا سوگیری لنگر، یه عدد تصادفی رو که اول میبینی مبنا قرار میدی، گولمون میزنه. در بخش سوم به اعتماد بیش از حد میپردازه. کانمن میگه ما به قضاوت‌های سریعمون زیادی مطمئنیم، حتی وقتی اشتباهن، چون سیستم 1 واقعیت رو ساده میکنه و سیستم 2 تنبلیش میاد چک کنه. در بخش 4 به انتخاب‌ها و نظریه چشم‌انداز میپردازه. اینجا کانمن و تورسکی نظریه چشم‌انداز رو توضیح میدن که میگه ما تو تصمیم گیری دنبال منطق خشک نیستیم، از ضرر بیشتر میترسیم تا اینکه سود خوشحالمون کنه و احتمالات رو درست نمیسنجیم. تو بخش 5 به 2 خود میپردازه. درباره اینه که ما 2 جور خود داریم، خود تجربه گر که لحظه ها رو زندگی میکنه و خود به یاد آورنده که داستان زندگی رو میسازه. این 2 تا گاهی با هم دعواشون میشه، مثلا وقتی که یه درد کوتاه ولی شدید رو بدتر از یه درد بلند ولی ملایم یادت میاد. در واقع کانمن ذهن رو مثل یک تئاتر میبینه که 2 تا بازیگر داره. سیستم 1 یه بازیگر سریع و خودکاره که بدون فکر عمل میکنه. وقتی 2 به علاوه 2 رو میبینی سریع میگی 4. اگه یه گربه سیاه رد شه ضربان قلبت میره بالا. این سیستم برای بقا ساخته شده. تو طبیعت فکر سریع یعنی زنده موندن، اما چون تنبله به جزئیات دقت نمیکنه، میانبر میزنه. مثلا اگه آدم بگه یه مرد با کت و شلوار، سیستم سریع میگه حتما آدم مهمیه بدون اینکه دلیل بخواد. سیستم 2 برعکس، آروم و با دقت کار میکنه. وقتی داری به یک جدول سودوکو نگاه میکنی و حلش میکنی یا یه قرارداد رو میخونی، سیستم 2 پشت فرمون میشینه، ولی چون انرژی زیادی میخواد معمولا خوابش میبره، مگه اینکه سیستم 1 به درد سر بیفته. کانمن با یه مثال معروف اینو نشون میده. کانمن یه عالم سوگیری رو با مثالهای واقعی توضیح میده. مثلا سوگیری در دسترس. اگه تازه خبر سقوط یک هواپیما رو شنیده باشی، فکر میکنی پرواز خطرناکتر از رانندگیه، در حالی که آمار برعکسه. یا اثر لنگر. اگه توی جراحی اول بگن یه جنس $1000 و بعد بگن $200، فکر میکنی خیلی ارزونه، چون ذهنت روی عدد اول لنگر کرده. سوگیری تایید هم هست که باعث میشه فقط دنبال حرفایی بگردی که باورت رو تایید کنن. مثلا تو بحث سیاسی فقط خبرهای یه طرف رو بخونی.
یه بخش جالب توهم کنترله. ما فکر میکنیم بیشتر از چیزی که واقعا هست رو زندگیمون کنترل داریم. مثلا اگه توی بازی تا 3 بار پشت هم برنده بشی فکر میکنی مهارتی داری، در حالی که فقط شانسه. این سوگیری ها نشون میدن که سیستم 1 چطور دنیا رو ساده تری از چیزی که هست بهمون نشون میده. توی نظریه چشمانداز کانمن اقتصاد سنتی رو زیر سوال میبره. اون میگه آدم‌ها عقلانی تصمیم نمیگیرن، بلکه احساسی و نسبی عمل میکنن. تو نظریه چشمانداز 2 تا اصل بزرگ هست. اولی حساسیت به ضرر. از دست دادن $100 خیلی بیشتر اذیتت میکنه تا اینکه $100 برنده شی. کانمن میگه این از تکامل میاد. اجدادمون اگه غذا رو از دست میدادن میمردن، ولی اگه یه غذای اضافه پیدا میکردن فقط یکم بهتر میشد. دومیش ارزیابی احتماله. ما به احتمالات کم وزن زیادی میدیم و به احتمالات زیاد وزن کم. مثلا شانس 1% بردن $1,000,000 تو لاتاری ذهنتو پر میکنه، ولی شانس 90% بردن $100 زیاد برات هیجان انگیز نیست. یه آزمایش معروف اینو نشون میده که اگه بهت بگن $100 داری یا $50 رو از دست میدی یا شانس 50% داری همه رو نگهداری، بیشتر آدما ضرر قطعی رو انتخاب میکنن چون از باختن متنفرن. این نظریه پایه اقتصاد رفتاری شد و توضیح داد چرا آدما تو بازار سهام، بیمه یا قمار عجیب عمل میکنن. کانمن آخر کتاب به خوشبختی میرسه و میگه ما 2 جور خود داریم. خود تجربه‌گر که لحظه به لحظه زندگی میکنه و خود به یاد آورنده که خاطرات رو میسازه. این 2 تا همیشه همراه نیستن. مثلا اگه یه عمل جراحی 2 ساعت درد ملایم داشته باشه و آخرش 5 دقیقه درد شدید، خود به یاد آورت اون رو بدتر از یه عمل 3 ساعته یک نواخت یاد میکنه چون آخرش مهمه. یا اگه یه سفر قشنگ با یه تصادف تموم شه، کل خاطراتت خراب میشه. این تفاوت تو قضاوت درباره شادی اثر داره. کانمن میگه ما بیشتر دنبال اینیم که خود به یاد آورمون راضی باشه، نه خود تجربه گرمون. برای همین گاهی زندگی پر از لحظه‌های خوب رو فدای یه داستان بزرگ میکنیم. مثلا یه موفقیت کاری. دانیل کانمن با پیشینه روانشناسی و تجربه زندگی تو جنگ و مهاجرت به ذهن آدم با یه حس کنجکاوی علمی نگاه میکنه. اون نمیخواد بگه ما خرابیم، بلکه میگه ذهنمون یه ابزار پیچیده است که برای بقا تکامل پیدا کرده، نه برای حقیقت یابی مطلق. قلمش پر از مثالهای روزمره است، از خرید یه ماشین گرفته تا قضاوت درباره یک غریبه. مثلا آزمایش‌هایی که با تورسکی انجام داد، مثل دادن انتخاب‌های ریسکدار به آدم‌ها و دیدن واکنششون، پایه نظریه‌هاشه. اما یه حس انسان دوستانه هم داره. تو بخشای آخر از مرگ تورسکی حرف میزنه و یه جور دلتنگی قشنگ تو کلماتش حس میشه. اون نمیگه چطور باید باشیم، فقط میگه چطور هستیم و این صداقتش کتاب رو قوی‌تر میکنه. این کتاب تو سال 2011 اومد، وقتی اقتصاد رفتاری داشت از حاشیه به مرکز علم میومد. قبلش اقتصاددانا فکر میکردن آدما مثل ماشینای منطقی عمل میکنن، ولی کانمن و تورسکی از دهه 70 با آزمایشاشون نشون دادن که ما پر از سوگیری و احساسی. این کار راه رو برای سیاستگذاری مدرن و حتی بازاریابی باز کرد. فلسفه‌اش به ایده های قدیمی تر وصل میشه. مثلا دیوید هیوم تو قرن 18 گفت عقل برده احساسه و کانمن انگار اینو با داده ثابت میکنه. برعکس داستایوفسکی که تو رماناش دنبال رستگاری روحی بود، کانمن به روانشناسی عملی میچسبه و میگه بیاید خودمون رو بشناسیم، نه اینکه عوضش کنیم. خوشحالم که با این کتاب با هم همراه بودید. امیدوارم لذت برده باشید. تا فردا و کتاب بعدیمون مشتاق دیدارتون هستم.